خب بعد از این زیاد تمرکز سر کار عملی باید بکنین، زیاد کام کن. نو کار عملی باید زیاد یاد بگیرین، به خاطر که شما تنها کماند یاد داشته باشین کار دا پالیش کردن نتونین باز بمانه هستن، باید یاد بگیرین دیگه. زیاد کوشش میکنیم که هم درس بخونیم در پالیش هم کار عملی هم بشه. خب لاین نمبر، لاین نمیگنی، مثلا اینجا که خط نوشته میکنی یک لاین شد، پالیش دیگه جمله نوشته میکنی این دیگه لاین شدن. اگه میخوای که این لاین نمبر شماره داشته باشه، مثلا 1 2 یک لاین نمبرینگ یا ما نمبرز داشتیم اگه یادتان باشه در هوم منیو چی بود؟ نمبرز و بولیس بود. یکی از به هر لاین نمبر نمیتا، مثلا این کل پاراگراف است، اگه من کلیک میکنم سک با کل پاراگراف شماره داد، بر هر لاین شماره نداد نه. اگر میخوای که هر لاین شماره داشته باشه باز میای در لیاوت منیو از لاین نمبر استفاده میکنی. فعلا لاین نمبر چی است؟ نن. وقتی که نن باشه نمیای و اگر کانتینیوس کلیک کنی اون شماره میای. تا چند آمد؟ تا 10، به خاطر که کرسر تا اینجا هستن. اگر من کنترل انتر بزنم که صفحه دیگه بیای، اونجا از چند شروع میشه؟ 12. کنترل انتر دیگه از چند شروع شد؟ چرا از 16 شروع شد؟ به خاطر که اینجا چند بود؟ 15 بود. از صفحه اول که از یک شروع میشه اما تو مسلسل میره. فهمیدین؟ باز اگه اینجا لاین نمبر کلیک کنی و اینجا ریستارت ایچ پیج کلیک کنی. ریستارت چی معنی؟ کامپیوتر که ریستارت میکنی ریستارت چی معنی؟ که از سر چالان شود. ایچ پیج در هر صفحه. این را کلیک کنی در هر صفحه از سر شروع میشه. ببینید صفحه اول از 1 تا چند؟ تا 11. باز ریستارت ایچ پیج در هر پیج از سر شروع شود. و باز اینجا ریستارت ایچ سیکشن هم است. سیکشن خود روز خواندیم نه؟ این چی کار میکنه که در هر سیکشن از سر شروع شود. مثلا سیکشن اول از 1 تا 4 صفحه داری، حالا از 1 تا 4 شماره شما تو مسلسل میره. بعد از سیکشن دوم که از نمبر از سر شروع میشه. فهمیدین ریستارت ایچ سیکشن چی معنی؟ که در هر سیکشن از سر شروع شد. مثلا باش که اولی رو کانتینیوس کنیم که مسلسل بره. 11 شد، 15، 21. اینجا من کرسر میمونم یک سیکشن اضافه میکنم. این دفعه نکست پیج کلیک میکنم تا که بیخی یک سیکشن دیگه بیاد. اینجا خط نوشته میکنم. حالا اینجا شماره چند است؟ 22. اینجا 21 بود، اینجا چند شد؟ 22. اگه اینجا ما بیایم ریستارت ایچ سیکشن کلیک کنیم سک حالا اینجا تا چند است اینجا؟ 21. صفحه اول که از سر شروع شده نه؟ تنها در سیکشن دوم اون از چند شروع شد؟ از 1 شروع شد. حالا دیمی سیکشن که است، همون تو مسلسل باز میره سک. باز اگه دیگه سیکشن جور کنیم باز دیگه سیکشن از سر شروع میشه. ریستارت ایچ سیکشن به چی معنی؟ که در هر سیکشن شماره از سر شروع شد. فهمیدین؟ بعد از این سپرس پارک کردن پاراگراف. این باز چی کار میکنه؟ اگه کدام پاراگراف میخوای که لاین نمبر نداشته باشه، مثلا دیگه کرسر میمونی میگه که لاین نمبر نداشته باشه. فرض مثال ما اینجا خط نوشته نمیکنم، انتر میزنم، پایین نوشته میکنم. در کالج خودش ختم نیست، مگم بازم شماره است یا نه؟ اگه میخوای کدام پاراگراف، ما گفتیم که وقتی که انتر میزنم پاراگراف چنج میشه. اگه کدام پاراگراف شماره نداشته باشه، مثلا اینی است، کرسر بان باز اینی را کلیک کن. چی میکنه؟ شماره از اون پس میکنه. یعنی 10 شدی 11 شد. فهمیدین اینا؟ بعد از اون لاین نمبرینگ آپشن وقتی که کلیک میکنین راستن در کجا میره؟ در پیج ست اپ میره. میبینین؟ پیج ست اپ. در پیج ست اپ باز اینجا ما لاین نمبرز داریم. کلیک کن لاین نمبر. اینجا اول است که اد لاین نمبرینگ. اگه نیتیک مارک پاس کنی لاین نمبر را پاس میکنه، مثل که از اینجا نند کنی. فهمیدین؟ و اگه ما بریم در لاین نمبرز، لاین نمبرینگ، اینجا استارت ات. شماره از چند شروع شده؟ از 1. اگر ما زیاد میکنم میتونیم مثلا میگم که از 3 شروع شده. با شماره اول از چند شروع میشه؟ از 3 شروع میشه. و بعدا فرام تکست. فرام تکست چی معنی؟ که تکست فرام تکست. اگر میخوای که این فاصله را زیاد کنی، نمبر فرام تکست. فاصله را زیاد کنی، بازی را زیاد. هر قدر کی را زیاد میکنی، چی میشه؟ فاصله شون زیاد میشه. و بعد از او است کاونت بای. کاونت بای چی معنی؟ آلیجا چند نوشته است؟ 1 نوشته است. اینی شماره چند است؟ 1 کتش اضافه کنی چند میشه؟ کت 2 1 اضافه کنی؟ باز 1 اضافه کنی؟ 4. اینجا کاونت 1 است. وقتی کاونت 1 باشه 1 اضافه میشه. اگر من این را 2 بسازم باز چند اضافه میشه؟ 2 هر چند که اضافه میکنی اینجا کاونت بای است. اگر پس 1 کنیم پس 1 میشه. اینی آپشن ها پس اونجا که بودم آپشن هاست. اگر ریستارت ایچ پیج باشه چی ما
که در هر صفحه شماره از سر شروع شود. ریستارت ایچ سیکشن در هر سیکشن از سر شروع شود و کانتینیوس اما تو جاری باشه مسلسل باشه. این را میگه لاین نمبر. فهمیدین لاین نمبر؟ نام کنین پس گم میشه. بعد از اون هایفینیشن. هایفینیشن چی کار میکنه؟ هایفینیشن هم بسیار زیاد استفاده میشه در کتابا و در راپورا و در این چیزا بسیار زیاد استفاده میشه. چی وقت استفاده میشه؟ مثلا وقتی که ما مشکل نمبر نام کنم، ما پاراگراف ها رو نوشته میکنم. سکو. این طرف کلش از یک جای شروع شده. ولی اینجا چی است؟ یکی طرف است یکی. چرا؟ بخاطر که مثلا اینجا که بعد از او آف اینفورمیشن است. این اینفورمیشن اگه مکمل اینجا میاره خود جای نمیشه بخاطر که مارجین زینی است، نه؟ اگه نیم اینجا میاره باز لغات غلط میشه. باز ما چی میکنیم که ما میگم این طرف برابر باشه، این طرف برابر باشه. در هم ما چی داشتیم؟ جاستیفای. که جاستیفای کلیک میکردی چی میکرد؟ اینم برابر میکرد، اینم. ولی چی میکنم؟ بینشون فاصله اضافه میکنه، بین لغات‌ها فاصله اضافه میکنه. باز ما میخوایم که چی را اپلای کنیم؟ هایفینیشن اپلای کنیم. هایفینیشن فعلا چی است؟ نه نباشه. من اتوماتیک خودش می سک چی شد؟ سک این طرف هم تا این طرف خو برابر است، این طرف هم تا اندازه برابر شد. اینجا ببینید تکنولوژی باز NOL است، بعد از چی است؟ یک خورترک داش است. میبینید داش؟ این داش هایفینیشن میگه. داش چی میگه؟ هایفینیشن. این به معنای چی است که یعنی این بیدامی ازی است. یعنی چند حروف کی است که مربوط کدام لغات میشه؟ مربوط این لغات میشه. این چیز هایفینیشن میگه. هایفینیشن اگر میخوای که هایفینیشن کتابا زیادتر هایفینیشن دارد، راپورا زیادتر هایفینیشن داشته می باشه، بخاطر که فاصله اینجا اگر ما جاستیفای میکنیم فاصله زیاد میشه، باز امکان داره که صفحه زیاد بگیره و هایفینیشن باز اون یک داشک میته در کتابا زیادتر میشه، این طرف برابر میکنه. این هایفینیشن میگه. فهمیدین؟ هایفینیشن آپشن هم اینجا هستن که اتوماتیکلی هایفینیت داکومنت که تیک مارک کنی هایفینیشن میشه، اگر تیک مارکش پاس کنی باز هایفینیشن نمیشه. و هایفینیت وردز اند کپس. کپس چی مانا؟ که در حروف کلان نوشته باشه. اون لغاتایی که در کلان نوشته می باشه و هم باید هایفینیشن شه یا نشه. اگر تیک مارکش پاس کنی باز داش نمیگیره، اگر باشه باز میگیره. و اینجا لیمیت برش میدیم. مثلا ما اگر اینجا نوشته کنیم که 5 حروف، یعنی لغاتی که از 5 حروف بالاتر باشه هایفینیت کو، اگر کم باشه باز هایفینیت نکو. این میگه هایفینیشن. همو اتوماتیک سیتینگش صحیح است. بعد از اون اندنت ما در هم خوانده بودیم. یادتان است این دو تا آپشن ها که یک پاراگراف چقدر پیش شروع شود، یک پاراگراف چقدر پس شروع شود. این هم چیز هستن. مثلا یک پاراگرافی است، یک پاراگراف اینی، یک پاراگراف این. ولی دیگه پاراگراف ما کرسر میمونیم، از طرف لفت میگم چی شود، یک کمی پیش شروع شود. میبینید؟ از طرف رایت نظر با دیگران یک کمی پیش خلاص شود. پیش شروع شد، پیش خلاص شد. این لفت شد، این رایت شد. این spacing است. indent بود ایچی است spacing before after before پیش after بعد. مثلا دی کرسر ماندی پیش از اینی پاراگراف است، بعد از اینی پاراگراف است. اگر میخوای که اینی فاصله را زیاد کنی، مثلا before از که پیش است از او کدا فاصله کم زیاد میشه، نه کم کنی باز after بعد از اینکه کدام پاراگراف است فاصله زیاد شه یا کم شه. فهمیدین؟ این میگه پاراگراف indent و spacing. بعد از اون پوزیشن، تکست ریپ، اینی آپشن ها به خاطر عکس و شکل و شیپ و اینی چیزا هستن و این را ما خوانده بودیم اگر یادتان باشه. مثلا اگر ما یک شکل میارم، یک عکس میارم، یعنی ولی میایی در لیاوت، یادتان هست این آپشن ها؟ این کلیش خواندیم، شما چک کنین اگر کدام یکش مشکل داشته باز براتون صحیح این یارو کلیش خواندیم دیگه. امین اللهی